بینندگان عزیز سلام، این ویژه برنامه خبری رادیوی آزادی است. در این برنامه چنین خبرها را داریم. تیرپرانی در مرکز بدخشان، رئیس ولایت به نزد مردم برآمد. قضیه خاروق، تظاهرات و جنجال جوانان در نزد دفتر سازمان ملل در دوشنبه. همه کار باید در دایره قانون اجرا شود. و دعوت فعالان به خویشتن‌داری در حل مسئله خاروق. علیشیر میرزا نباتوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، 27 نوامبر در روز سوم اعتراضها در خاروق به نزد مردم برآمده از آنها خواسته است میدان را ترک کنند، ولی هنگام برگشتش به بینای حکومت کشاکش شده تیرپرانی صورت گرفته است. بنا به خبر منبع‌های رادیوی آزادی در این حادثه چند کس زخمی شدند. بعضی از منبع‌ها درباره جراحت برداشتن 4 نفر و منبع‌های دیگر درباره زخمی شدن 2 نفر خبر می‌دهند. مقامات رسما چیزی نگفتند. به قبل یک همصحبت ما در خاروق، رئیس ولایت همراه وزیر انرژتیک دلیر جمعه و یک از چهره‌های معروف منطقه خورسند مزاروف به میدان آمده بود. او در نزد مردم برآمد کرد و به بینای حکومت برگشتنی بود. تظاهرگران او را سوال باران کردند که چرا این حادثه ها روی دادند. چند کس کوشش کردند او را داشته دوباره به نزد خلق بیارند. در این لحظه به طرف رئیس ولایت سنگ پرتافتند و از آن طرف آتش گشادند. نقل کرد همصحبت ما که نخواست نامش فاش شود. بختاور بختیاروف، نماینده جامعه شهروندی بدخشان، حادثه اخیر را در خاروق تصدیق کرد و گفت علیشیر میرزا نباتوف در صحبت به مردم گفته است به خانه هایشان برگردند و راه ها را باز کنند. رئیس ولایت وعده داد که مقامات داخلدار حادثه را تحقیق میکنند، اما مردم راضی نشد و استعفای رئیس ولایت را طلب دارند. افزود بختاور بختیاروف. یک گروه از جوانانی که شمارشان به تقریبا 70-80 نفر می رسید و ظاهرا دولتی بودند، روز 27 نوامبر در پیوند به حادثه های خاروق در نزد دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه جمع آمدند. آنها با ندا و نوشته های بدخشان یک پاره تاجیکستان است و جنایتکاران باید جزا گیرند شعار میدادند و در دست عکس 5 کارمند زخمی شده نهادهای قدرتی در بدخشان را داشتند. شاهدان عینی به رادیوی آزادی گفتند که جوانان در دفتر سازمان ملل را با لگد میزدند، اما مقامات انتظامی به جریان آن دخالت نداشتند. چند از نواربرداران کسبی نیز در محل حادثه مشاهده شدند. در همین هنگام یک گروه تقریبا 10 نفره جوانان زاده بدخشان با تظاهرگران وارد بحث شده چند از شعارهای آنها را گرفتند. آنها از شیوه‌های اعتراض و طلب‌های به گفتهشان ناجای تظاهرگران ناراضی‌اند. در همین وقت ماموران ملیسا آمده از دو طرف تقریبا 20 جوان را به ماشین بار کرده بردند. اعتراضگران دیگر زود پراکنده شدند. نقل کرد یکی از شاهدان. در تاجیکستان که همه عرصه ها زیر نظارت سخت مقامات قرار دارد، تظاهرات به اجازه ممنوع است. عین گرد همایی ها در گذشته در نزد قرارگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد اروپا، سفارت آمریکا، سازمان ملل و سفارت ایران در دوشنبه صورت گرفته است. چنین گرد همایی ها اساساً در پیوند به موضوعهای مخالفین و مدافعان حقوق بشر انجام شده. اشتراکدارانش در گذشته یک گروه از زنان و مردان و جوانان گروه اونگارد سازمان زیر نظارت مقامات امور داخلی بودند. منبع‌های رادیوی آزادی در خاروق، مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان، خبر دادند که صبح 27 نوامبر 2 تابوت که در منبر گردی همایی اعتراضی نمایش داده از اینجا برده شدند، ولی مراسم دفن برگزار نشده است و بختاور بختیاروف، یک از نمایندگان جامعه شهروندی، گفت 2 جسد را برای تشخیص طبی بردند. در همین حال شمار اعتراضگران در میدان مرکزی شهر خاروق رو به افزایش داشته. به گفته چند از شاهدان از مرز 5000 نفر گذشته است. قسمی از
آنها شب گذشته را در اینجا روز کردند. حالا گرد هم آمدگان از حکومت برای یک تظاهرات به مهلت درخواست دادند. حکومت به این طلب تا حال جواب نداده است. در فیسبوک معرکه دعا برای پامیر راه اندازی شده. یکی از فعالان آن انیسه صابری کارگردان شناخته تاجیک نوشت: همه ما امروز نگران وطن خرد و بی‌بهایمان هستیم و هیچ کدام ما نمیخواهیم که دیگر خون ریخته شود. این کارگردان تاجیک دعوت کرده است دستگیر همدیگر باشیم و وضعیت عادلانه تحقیق کرده شود. همچنین در صحیفه‌های نزدیک به مقامات پیام‌های اکادمیک محمدشاه ایلالوف و پروفسور پروانه جمشید نشر شدند که ساکنان و زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان را به خویشتنداری دعوت کردند. همچنین حزب و گروه‌های سیاسی خارج از تاجیکستان به قطع زوراوری نسبت این ساکنان دعوت نمودند. از حادثه‌های خاروق 3 روز می‌گذرد ولی مقامات تاجیکستان بجز از یک خبرنامه رسمی شرح دیگر ندادند. در زمانی که حکومت مرکزی و محلی و مقامات قدرتی و انتظامی خاموشند، بانک ملی تاجیکستان روز شنبه در بیانیه گفت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و نهادهای قدرتی دخلدار برای حل این قضیه تلاش دارند. اعتراض در شهر خاروق روز 25 نوامبر پس از آن سر شد که یک ساکن 29 ساله ناحیه رشقله گلبدین زیابکوف بر روایت مقامات انتظامی هنگام بازداشت در خانه‌اش از تفنگچه مکروف تیر کشید و زخمی گشت. برخلاف خبر رسمی شاهدان میگن زیابکوف قصداً کشته شده است. برخی از منبع‌ها به رادیو آزادی گفتند او نه در نزد خانه‌اش بلکه در راه به طرف خاروق به هلاکت رسیده است. دادستانی بدخشان برگزاری عملیات را تصدیق کرد اما در بیانیه رسمی تنها زخمی شدن زیابکوف را ذکر نمود. در این بیانیه گفته می شود زیابکوف به گروگانگیری، لطوکو و شکنجه یاردمچی پروکورور ناحیه رشتقله ابیرزاده در روز 1 فوریه سال 2020 گمانبر بوده است. ساکنان محلی میگن زیابکوف و چند نفر دیگر این کارمند دادستانی را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی تنبیه داده بودند و رئیس سابق بدخشان یادگار فیضوف ماجرا را حل کرده بود. پروکورور نیز در یک نوار ویدیویی از مردم بدخشان عذر پرسیده بود. осон ва дастрас хабарҳои навро аз канали телеграмми радиои озодӣ пайдо кунед. نخستین کمک‌های بشردوستانه از طریق خاک تاجیکستان به افغانستان انتقال می‌یابد. این یاری‌ها از 2500 تن آرد عبارت است و از جانب برنامه آذوقه‌واری جهانی به مردم افغانستان داده می‌شود. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه، کمک مذکور به منطقه بدخشان افغانستان توسط نقطه‌های گذرگاه سرحدی تاجیکستان افغانستان انتقال داده می‌شود. در حال حاضر هیچ یک سازمان و دولت کمک رسان به منطقه‌های مذکور افغانستان دسترسی ندارند. بنابراین تاجیکستان تصمیم گرفته است که قلمرو خود را برای انتقال این گونه مواد پیشنهاد نماید. آمده است در خبرنامه وزارت. کمک‌های بشردوستانه در حال به افغانستان انتقال می‌یابند که وضع مردم در این کشور بعد به قدرت رسیدن طالبان به مراتب وزن‌تر شده است. سازمان‌های حقوق بشر میگن اکثر اهالی افغانستان فعلا به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. طالبان از نیمه ماه آگوست قدرت در افغانستان را به دست گرفتند ولی تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. سازمان‌های جهانی از جمله اتحاد اروپا گفته است بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان به مردم افغانستان کمک می‌کنند. بینندگان عزیز، ما هر لحظه تحولات در شهر خاروق را پیگیری داریم و با رسیدن تازه‌ترین خبر شما را در جریان می‌گذاریم. سامانه ما با نشان آزادی.org را پیگیری کنید. خدا نگهدار.